سرخط خبرها شروع پروازهای مستقیم از دوشنبه به کویت، شرح وزارت نقلیات برای رید تاکسی ها و روسیه گفت با 124,000 مهاجر خارجی نیاز دارد. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. برنامه را از یک خبر دیگر آغاز میکنیم. صبح امروز 5 دکبر در شهر دوشنبه و بسیار منطقه‌های کشور برف باریده ایستاده است. این حالت راه در بعضی راه‌های کشور را مشکل کرده است. شرکت ایرس مسئول نگاهبینی راه دوشنبه چناخ که از رانندگان مبلغ میگیرد در خبرنامه گفت حرکت ماشین‌های بارکش از جمله فورا را در این مسیر موقتا منع کرده است. مسئولین شرکت گفتند از کیلومتر دهم تا 73 بارش پرشدت برف ادامه دارد. اداره آب و هواشناسی تاجیکستان گفته است باریدن برف و باران روز 6 دکبر نیز در چند منطقه کشور ادامه می‌کند. از آخر دکبر امسال شهروندان تاجیکستان امکان پرواز مستقیم به دولت کویت را پیدا می‌کنند. به اطلاع شرکت هوایی جزیره ایرویز شروع از 29 دکبر هفته دو بار روزهای پنجشنبه و شنبه هواپیماهای آن در سمت دوشنبه کویت پرواز خواهند کرد. سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدوف روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت افتتاح خط سر دوشنبه کویت نتیجه زحمت‌های 3 ساله آنها و مذاکره‌ها با حکومت کویت و شرکت جزیره میباشد. قیمت بلیط به هر دو سمت 175 دینار معادل $510 نرخ گذاری شده است. وزارت نقلیات تاجیکستان با پخش خبرنامه گفت این نهاد تشبسکار رید تاکسی ها در دوشنبه نیست. در اظهاراتی که 2 دکبر در وبسایت این وزارت نشر شد آمده است وزارت نقلیات اوید به این مسئله یگان سند حقوقی و قرار قبول نکرده است. وزارت نقلیات شرح داده است که عملیات مذکور از جانب ساختارهای داخلدار برای تأمین بخطری حرکت در راه گذرانده می شود. روز 1 دکبر برخی از راننده‌های تاکسی در دوشنبه شکایت کردند که ناظران راه رقم‌های دولتی ماشین‌هایشان را می‌چینند و با این راه آنها را از مسافرکشی محروم می‌کنند. بیشتر راننده‌های چنین شکایت کردند که ماشینشان از سال 2016 پایان استحصال شده است. بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر دوشنبه گفته است تنها در دوام 2 روز فعالیت بیش از 200 تاکسی را بازداشتند و همه این ماشین‌ها به طلبات تکنیکی و حجت‌های رسمی جوابگوی نبودند. بختیار ویس زاده سردار بازرسی در شهر دوشنبه در صحبت با هفته‌نامه تاجیکستان گفته است آن عملیاتی مقصدناک به خاطر از نظر گذراندن حالت تکنیکی آنهاست. اما قبلا یک مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت هدف کاهش شماره تاکسی ها در پایتخت بوده بیشتر ماشین های را برای مسافرکشانی راه میدهند که نو باشند. 30 سال باز در جهان 3 دکبر را همچون روزی معیوبان تجلیل می کنند. هدف آن مساعدت به حقوق های معیوبان در همه ساحه های حیات جمعیتی اینچنین جلب توجه کل جامعه به مشکلات معیوبان است. بخشیده به این روز در شهر خوجند ولایت سوخت نفران امکانیتشان محدود جمع آمدند و دسترنج خود را به نمایش گذاشتند. همکار ما فردان محمدی نیز به این نمایشگاه رفت و آفریده های آنها را حالا به شما پیشکش می کند. روز 1 دکبر زیاده از 80 شهروندان دارای امکانات‌های محدود در کاخ رودکی خوجند نه تنها برای خوشگذرانی بلکه همچنین نمایش هنر و توانایی‌های خود آمدند. این آرایش آینه و پرده‌های خانه را نیسا محمدقلوه که با عصابغل راه می‌رود از ناحیه باباجان غفورов آورده است. که خواننده شده همونا من اخلاق کارکو کده میشینم آبی کنشتن این خواهم خوشم های اوزم خواسم های انسان اینا میکنم من بافندگی میکنم که انسان چه فانتزی کده من یاستخچه بالش خود میدوزم خودم فانتزی میکنم خودم اگر معقول شود به خیالم هم به معقول میشه. این کارهای دستی نابینایان از شهر اسفره بینندگان را حیران کرد. بافندگی آنها را نه هر نفر بینا کرده میتواند. من یکم از اسقروا مهیا خان من به از همین یک پرده هایی که میدوزن همین پرده های و آن چیزهایی که زاید که همین یک رشته تنابک های میماند که وای همچون گوییم نودرکاری چیز انا همین خیلی چیزها رو
با همین هنری دستی چیکار که دیدستم انا میخواد بافته انا میخواد سوار میکنه من این نمودها هر خیل یعنی اندازه کده این اندازه ها روی برای آرایشی روی میز من اینها برای کرسی چیشته وای میکنه که با من که اندازه ها وای میکنه که برای تازه کردن پای افزار وقتی که همین حجره کاریبه میذاریم همین حجره کاریبه همین بیرون دربه همین های اکتی ما میانزیم وقتی که پای های ما توفله های ما به همین تازه کرده بعد داخلی حجره میشین این بین نرس مرحمت سفر شاه قاسیموف از ناحیه مسجد نیز با وجود معیوبیش قریب 20 سال باز زرگری میکند و این کار روح بلندش مینماید. من همچون معیوبم باشم روح افتاده نیستم. سن و نوع مایم حرکت میکنیم برای دولت یک مژده باشد دستگیرام رسد نگویند که همین معیوب بیچاره گفته زیغ شده گردن ما دستمون میبود حقاد این که ما بکنیم. سازمان دهندگان نمایش میگویند چنین هدف نشان دادن آن است که آدمان امکاناتشان محدود هم اعضای کامل حقوق جامعه هستند. سازمان‌های شهروندی امیدوارند که در آینده با دستگیری مقامات فروشگاه دسترنج این آدمان بنیاد یابد. حالا در ولایت سوخت زیاده از 94,000 معیوب به قید گرفته شده است. گمان نمی رود حال همه آنها همین گونه خوب و خوشحال کننده باشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. روسیه می‌خواهد سال آینده 124,000 شهروندی خارجی را به کارهای گوناگون جلب کنند. سامانه رسمی سندهای معیاری حقوقی خبر داده است که سال 2023 ضرورت جلب کارگران خارجی که به روسیه بر اساس روادید می‌آیند در حجم 123,943 نفر معین کرده شده است. مقامات می‌خواهد شهروندان خارجی را بیشتر به کارها در بخش استخراج معدن‌های کوهی و کارهای ساختمان جلب نماید. همزمان روسیه بیشتر به 7,000 کارگری به اختصاص ضرورت داشته است. در حالی که روسیه از جلب مهاجران به این کشور خبر داده است که امسال با آغاز جنگ و بد شدن وضع اقتصادی در روسیه شماره مهاجران از ارمنستان، قرقیزستان و ازبکستان تا 15,000 نفر کم شد. بعضی از تحریم و بسته‌شوی کارخانه‌ها و بیکاری گریختن ایده از موبیلیزاسیا یا سفربری به جنگ و ارتش. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 5 دکبر خبر می‌دهد. با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست روز 5 دکبر سال 1929 جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به حیث واحد جداگانه به سازشنامه تأسیس اتحاد شوروی همراه کرده شد. تا آن زمان از سال 1924 تاجیکستان در هیئت ازبکستان شوروی یک جمهوری مختار بود. مقام جداگانه جمهوری شوروی سوسیالیستی که با تلاش‌های پیگیرانه رهبران وقت تاجیکستان نصرت الله مقسوم، شیرین شاه تیمور، چنار اماموف و دیگران به دست آمد برای رشد این جمهوری به حیث مأموریت علیحده در پهنای شوروی امکان داد. 5 دکبر سال 2017 خیرالله میرسیدوف روزنامه‌نگار و مؤسس دسته حاضر جوابان تاجیکستان در آزمون کوین کشورهای همسود بازداشت شد و سال بعدش با عیبنامه غصب و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی و دیگر اتهام به 12 سال زندان محکوم گردید. بازداشت او بعد آن صورت گرفت که در شبکه‌های اجتماعی رئیس سابق اداره جوانان ولایت سوخت را به طلب پاره گناهکار کرد. تحت فشار سازمان‌های بین‌المللی حامی آزادی بیان میرسیدوف آگوست سال 2018 شرطاً آزاد شد و تاجیکستان را ترک کرد. از 5 دکبر سال 2013 با رضایت سازمان ملل متحد روز جهانی خاک برگزار می شود که هدفش حفظ و نگهداری زمین و ترکیب آن می باشد. دانشمندان از استفاده به تنفس زمین و خاک در کشاورزی و صنعت و هم آزمایش‌های کیمیایی اظهار نگرانی می کنند و می گویند نادیده گرفتن ترکیب مینرال‌های آن می تواند باعث بی‌حاصل و نابود شوی ترکیب‌های فایده‌ناک زمین برای ادامه زندگی نباتات و حیوانات و انسان شود. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. $100 آمریکایی 1021 سومانی و 1000 روبل روسی 161 سومانی مقرر شده است. اما در بانک‌های تجارتی قرب اسعار فرق می‌کند.
бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. ҳамкорони мо давоми рӯз шуморо бо хабарҳои тозатарин дар барномаҳои сархату ахбор ошно мекунанд. Бо мо бошед. худо нигаҳбонатон.